در مورد تامین فلات میخوام بهت یه رازی رو بگم. ما توی تامین فلات دسته شوینده بهداشتیمون 4 تا دسته جدا از هم داره با یه عالمه کالاهای جور و جور. من از هر کدوم این دسته ها یه کالا برات انتخاب کردم که تو فقط مقایسه قیمتش رو ببین. دسته دستمال کاغذی، دستمال کاغذی 300 برگ پاپیا، قیمتی که روش خورده 55,400، قیمت تامین فلات 49,700. شوینده بهداشتی، مایع دست 3750 گرم اکتیو، قیمت مصرف کننده 312,000 تومان، قیمت تامین فلات فقط 264,900. یک بار مصرف، کیسه زباله سرول زرد لندی، قیمت مصرف کننده 130، قیمت تامین فلات 58,700. ملزومات نظافت، اسپری خوشبو کننده هوا کاپتان بلک، قیمت مصرف کننده 168,000 تومان، قیمت تامین فلات 156,800. حالا دیگه خودت تصمیم بگیر از کی و کجا خرید کنی.